سوال بعدی میشه Was führt häufig zu schweren Unfällen؟ چی چیز مکررن باعث تصادفهای بزرگ میشه یا تصادفهای بد شده میتونه؟ Eine angepasste Geschwindigkeit، سرعتی که تنظیم نشده باشه، eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs، مشاهده ضعیف و یا کم ترافیک و یا وسایل نقلیه دیگر در خیابان، Fahren mit zu geringem Abstand، رانندگی با فاصله خیلی کم، وقتی راننده با موتور جلو خود خیلی کم فاصله داشته باشه امکان داره که تصادف‌های بسیار خطرناک صورت بگیره. Mit dem سوال بعدی Mit welchem Verhalten von Kindern müssen Sie an Zebrastreifen rechnen؟ چی نوع رفتار از اطفال شما در خط عابر پیاده باید انتظار داشته باشین؟ جوابات میشه Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem Zebrastreifen und laufen zurück. اونا بدون دلیل دوباره برمیگردن برای خط عابر پیاده و به طرف عقب حرکت میکنن. جواب درست است. Sie schätzen Geschwindigkeit und Entfernung herannahender Fahrzeuge immer richtig ein und warten am Fahrbahnrand. اینا سرعت و فاصله ماشینایی که به اینا نزدیک میشه را همیشه درست میسنجن و انتظار میباشن در کنار خیابان تا این ماشینا رد شون که درست نیست. از اطفال این رقم یک امکان داره که اصلا رفتار نکنن. امکان دارن وقتی که ماشین سرعت ماشین و یا فاصله ماشین درست سنجیده نتونن. Sie laufen auf den Zebrastreifen und auf den Verkehrswachten. اونا میرن برای خط عابر پیاده بدون از اینکه به وسایل نقلیه دیگه توجه داشته باشن. میریم سوال بعدی. Womit ist zu rechnen, wenn Kinder an einer Ampel warten؟ متوجه چی چیز باید باشین وقتی اطفال در اشاره ترافیکی ایستاده هستند؟ Dass die Kinder این که اطفال جوابات رو میشه schon losrennen, wenn die Ampel in meiner Fahrtrichtung von grün auf gelb umschaltet. که اطفال زمانی که اشاره ترافیکی سمت من راننده از سبز به زرد تبدیل میشه. وقتی از سبز به زرد تبدیل میشه من اجازه دارم با وجود از اون رد شوم از اشاره ترافیکی. اما اطفال وقتی میبینن از اشاره رانندگی سمت من از سبز به زرد تبدیل میشه امکان داره کونا برن روی داخل سرک شون یا داخل خیابان شون. Auch bei Rot loslaufen, weil es ihnen zu lange dauert. حتی زمانی که اشاره سرخ و یا قرمز باشه حرکت میکنن بخاطر که برشان خیلی زیاد طال میخوره و طولانی میباشه وقتی که اشاره سرخ است. sich gegenseitig auf die Fahrbahn schubsen. یکدیگر در جاده هل میتن. میریم سوال بعدی. Was müssen Sie in dieser Situation beachten؟ در این شرایط و یا در این حالت باید متوجه چی چیز باشین؟ میبینین در این عکس میبینین که واندلینگ لیشت هم آن است، یعنی هم اشاره خطر هم چراغ خطر و اشاره خطر بس هم روشن است. این جوابات است. Sie dürfen شما اجازه دارین den Bus überholen solange er noch fährt. شما اجازه دارین که از بس سبقت بگیرین در جریان که بس در حال رانندگی است و در جریان که بس در حال حرکت است شما اجازه دارین از سبقت بگیرین که درست نیست. زمانی که اشاره خطر بس روشن باشه شما اجازه ندارین از بوس سبقت بگیرین. جواب دوم میشه که Sie dürfen که هست مربوط تمام جوابات میشه. Sie dürfen den Bus so lange nicht überholen wie er noch fährt. شما اجازه ندارین که از بوس سبقت بگیرین در جریان نزدیک بوس در حال حرکت است که جواب درست است. وقتی که اشاره خطر و چراغ خطر بس روشن می باشه شما اجازه ندارین از سبقت بگیرین. Sie dürfen an dem haltenden Bus mit Schrittgeschwindigkeit vorbeifahren, wenn eine Gefährdung von Fahrgästen ausgeschlossen ist. ما اجازه دارین در وقتی که بس ایستاده باشه با سرعت Schrittgeschwindigkeit سرعت میشه که بین 4 تا 7 کیلومتر بر ساعت است. سرعت بین 4 تا 7 کیلومتر بر ساعت میگن Schrittgeschwindigkeit. ما اجازه دارین با همین سرعت Schrittgeschwindigkeit که بین 4 تا 7 کیلومتر بر ساعت است از بس سبقت بگیرین در صورتی که هیچ نوع خطر مربوط به افرادی که خارج میشن از بوس و یا میخوان وارد بوس شون هیچ خطر متوجه از اونها نباشه. در اون صورت اجازه دارین از بوس سبقت بگیرین در جریان هم که بوس ایستاده باشه. بریم سوال بعدی. Womit müssen Sie rechnen, wenn ältere Personen mit Gehhilfe die Fahrbahn überqueren؟ متوجه چی چیزی باید باشین وقت افراد مسن با کمک عصایی که در دستشان است با عصا از خیابان رد میشن میخواین رد شون از خیابان. جوابات است dass die auf der Fahrbahn stehen bleiben.
این که اونا در روی خیابان استاده میمانند، یا انرژیش نمیباشه یا نمیتونن ادامه بدن به رفتن خود و از خیابان رد شوند، در وسط خیابان استاد میمانند. dass sie auf der Fahrbahn umkehren. ای که در وسط خیابان دوباره رد میشن، میخوان دوباره به سمت عقب برن. dass sie die Fahrbahn langsam überqueren. ای که اینا خیابان خیلی باستگی رد میکنن. در سه جواب درست است. بریم سوال بعدی. Trotz vorhandenen Gehweges auf der rechten Straßenseite fährt eine Person im Rollstuhl auf der Straße. Wie verhalten sie sich؟ وجود ازی که در پهلوی خیابان یک خط پیاده روی موجود است، یک راه پیاده روی موجود است، یک فرد با ویلچر خود بر روی سرک در حال حرکت است. میتونم این فرد با ویلچر خود از خط پیاده رو استفاده کنه، اما بر روی خیابان است. شما چگونه رفتار میکنین در این حالت؟ Ich überhole mit großem Seitenabstand, weil ich mit Ausweichbewegungen rechnen muss. ما با فاصله بسیار زیاد سبقت میگیرم از این فرد که امکان داره که این فرد بیشتر بیاد داخل خیابان یا بیشتر به سمت ما بیاد. از این بابت با فاصله بسیار بزرگ من از این سبقت میگیرم. Ich mache die Person durch Hüpfen darauf aufmerksam, dass sie sich falsch verhält. با بوق زدن و یا آرند کردن این فرد متوجه از این میسازم که کار اشتباه انجام میده، که جواب درست نیست، اجازه کار نیست. Ich fahre so lange hinterher, bis ich überholen kann. من تا مدتی که بتونم سبقت بگیرم و شرایط سبقت گرفتن مساعد باشه و من پشت سر از این ویلچر و فردی که در ویلچر هسته رانندگی میکنم تا که شرایط به من مساعد شود که من سبقت بگیرم. میریم سوال بعدی. Eine Person im Rollstuhl schafft es nach dem Überqueren der Straße nicht, mit dem Rollstuhl den Bordstein zu überwinden, um den Gehweg zu erreichen. Wie verhalten sie sich؟ یک فردی که در ویلچر نشسته، او از خیابان رد میشه و بعد از رد شدن از خیابان نمیتونه همین فاصله ای که بین خیابان و پیاده روی هسته این را عبور کنه، بخاطر که عموما خط پیاده رو از خیابان یک کم بلندتر میباشه، نمیتونه این را عبور کنه. چگونه شما رفتار میکنید در این حالت؟ Ich hupe und fahre um die Person herum. من بوق میزنم و از پلوی از نفر تیر میشم که درست نیست. Ich halte und schalte die Warnblinkanlage ein. من استفاده میکنم و اشاره خطر موتور خود روشن میکنم. Ich steige aus und helfe der Person im Rollstuhl. من از ماشین خود خارج میشم و این فرد کمک میکنم، فردی که در ویلچر نشسته. این دو جواب درست است. دو جواب اخیر درست است، جواب اول درست نیست. میریم سوال بعدی. Bei welcher Person müssen Sie mit einer schweren Sehbehinderung rechnen؟ نزد کدام از این سه فردی که در عکس نشان داده شده شما نشان داده میشه، یا نزد کدام از این سه نفر نشان داده میشه که نابینا هستند؟ رسمی که میبینین نزد مرد یک عصا موجود است و همچنان بازوبند نابینایان در دستش است که آشکار میسازه که مرد نابینا است. از این بابت جواب اول که از der Frau خانم، dem Mann نزد آقا، dem Kind نزد این طفل که جواب درست من است، که نزد مرد توسط عصایی که در دستش است و همچنان بازوبند نابینایان که در دستش است آشکار میشه که نزد از نابینایی موجود است. سوال بعدی. Wie verhalten Sie sich؟ عکسی که در پایین نشان داده شده در این شرایط گفته چگونه شما رفتار میکنین. Mit unveränderter Geschwindigkeit weiterfahren. بدون از یک سرعت خود تغییر بدم من ادامه میتونم به رانندگی خود که درست نیست. Kinder beobachten. اطفال مشاهده میکنم و تحت نظر خود قرار میتونم. bremsbereit sein و آماده بریک گرفتن و یا ترمز زدن میباشم. در صورتی که اطفال بیان داخل خیابان که من وقت کافی داشته باشم که بریک بگیرم و یا ترمز بزنم. سوال بعدی. Mit welchen Gefahren müssen Sie rechnen؟ با کدام خطرها رو باید مد نظر داشته باشین و کدام خطرها امکان داره که اتفاق بیفته؟ جواب اول است einzelne Kinder kehren wieder um. بعضی از این اطفال دوباره میان وقتی که برن از خیابان خارج شوند دوباره امکان داره بیان داخل خیابان شوند که درست است. alle Kinder warten auf dem Gehweg. تمام اطفال در خط پیاده روی ایستاده میشن و منتظر میمونن که درست نیست. Die Kinder verlassen die Fahrbahn nicht rechtzeitig. بعضی وقت اطفال امکان داره که خیابان رو ترک نکنن و نرن در پیاده رو تا که شما بتونین عبور کنین. از این بابت شما باید متوجه از این حالت باشین. میریم سوال بعدی. Wie verhalten Sie sich؟
چگونه شما رفتار میکنید در این شرایط؟ در عکس در پایین نشان داده شده. فهمنdet weiterfahren بدون وقفه شما رانندگی میکنید و به رانندگیتون ادامه میدین که درست نیست. جواب دوم auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. ترمز میزنین تا که سرعتتان بین 4 و یا 7 کیلومتر بر ساعت باشه. Schrittgeschwindigkeit سرعت است که بین 4 و 7 کیلومتر بر ساعت است. به این میگن Schrittgeschwindigkeit. و جواب سوم bremsbereit bleiben. آماده ترمز گرفتن و یا بریک گرفتن می باشین. بخاطر که میبینین اطفال در کنار خیابان هستن. رسیدیم سوال بعدی. Wie müssen Sie sich verhalten؟ چگونه شما باید در این شرایط رفتار کنین؟ وقتی میبینین داخل خیابان یک توپ باسکتبال و یا توپ فوتبال است، داخل خیابان هم موجود است. از این بابت گفته چگونه رفتار کنین باید در این وضعیت. جواب اول است bremsbereit bleiben. آماده ترمز زدن و یا بریک گرفتن باشین. در صورتی که یک فرد یا طفل به داخل خیابان شود باید آماده ترمز گرفتن و یا بریک گرفتن باشیم. درست است. mit unverminderter Geschwindigkeit vorbeifahren. بدون از اینکه سرعت خود شما تغییر بدین ادامه میتین به رانندگیتون که جواب درست نیست. sofort auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen. بدون از اینکه صبر کنین سرعتتان بین 4 و یا 7 کیلومتر بر ساعت میکنین. سرعتتان پایین میارین بین 4 و 7 کیلومتر بر ساعت در صورتی که یک طفل یا یک فرد بزرگسال یا طفل فرق نمیکنه داخل خیابان شود و شما دفعتان آماده ازی باشین که بریک بگیرین تا که جلوگیری شود از تصادف. سوال بعدی Wie sollten Sie sich verhalten؟ چگونه باید شما رفتار کنین؟ در یک عکس نشان داده شده. عکس براتون بزرگ میکنم که با خوبی دیده بتونین. این افراد دو طرف خیابان ایستاده هستند و فرد هم روی بایسکل در پیش روی شما روان است. چگونه گفته شما باید رفتار کنین در این شرایط؟ جوابات است Ich bleibe bremsbereit. ما آماده ترمز زدن و بریک گرفتن می باشم. جواب درست است. Ich überhole den Radfahrer. از فردی که روی بایسکل است سبقت میگیرم که درست نیست سبقت گرفتن در این حالت و در این شرایط. Ich bremse auf Schrittgeschwindigkeit ab. من سرعت خود بین 4 و 7 کیلومتر بر ساعت میکنم. Schrittgeschwindigkeit قبلا هم گفتم سرعت است بین 4 و 7 کیلومتر بر ساعت. این جوابم درست است. سوال بعدی ویدیو است. ویدیو رو اول با هم دیگه میبینیم. دست چپ متوجه باشین که طفل در حال دوش است و میخواد داخل خیابان شود و شما اشاره دادین که میخواین سبقت بگیرین. سوال است ایناله warum müssen Sie hier langsam und bremsbereit fahren؟ چرا شما باید اینجا آهسته و آماده ترمز زدن و بریک گرفتن آهسته برانین و آماده ترمز زدن و بریک گرفتن باشین؟ جوابات است weil die Verkehrssituation unübersichtlich ist. بخاطر که ما ترافیک که در جلو روی ما است تمامش دیده نمیتونم و بسیار مشخص نیست که چی اتفاق امکان داره بیفته. که جواب درست است. weil sich ein Kind auf der Fahrbahn befindet. بخاطر که یک طفل در روی خیابان موجود است. قسمی که میبینین از پشت ماشین سفید یک طفل میخواد داخل خیابان بیایه. جواب هم درست است. weil der weiße Transporter anfährt. بخاطر ماشین سفیدی که در طرف چپ عکس میبینین او میخواد حرکت کنه که درست نیست. میبینین ماشین سفید ساده است و راننده هم داخلش موجود نیست. بریم سوال بعدی. Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig؟ در این شرایط شما چگونه درست رفتار میکنین؟ عکس براتون بزرگ میکنم که درست دیده بتونین. قسمی که میبینین در بازوی شخص لباس سفید داره، بازو بند نابینایان است. ما جوابات میخوانیم. Ich fahre mit ausreichendem Abstand links an der Person vorbei. با فاصله کافی از این فرد از طرف چپ فرد سبقت میگیرم و از او عبور میکنم از این فرد. که جواب درست نیست. Ich signalisiere der Person durch Betätigung der Lichthupe dass ich warte. من توسط از اینکه چراغ خود گل روشن میکنم سیگنال میرسانم بر از این فرد که من ایستاده هستم. قسمی که میبینین بازوبند نابینایان هم در دست از این فرد است. از این فرد دیده نمیتونه. توسط که شما اشاره تان گل روشن هم بکنین و بخواین سیگنال برسانین بر از فرد بدون فایده است چون فرد نابینا است. جواب هم اشتباه است. Ich halte an und lasse die Person die Straße überqueren. من استفاده میکنم ماشین خدا به فرد اجازه میتونم که از خیابان گذر کنه. این جواب درست است. دوستان رسیدیم به پایان درس دوم. امیدوارم مفید واقع شود درس آورتان. نظریات و پیشنهاداتتان در کامنت با ما به اشتراک بگذارین. فعلا تا درس بعدی خدا نگهدار.